من دارم میرم باشگاه. چیزی نمیخواد؟ نه عزیزم برو به سلامت. خب باشه بس من رفتم. راستی مامان ایپادمو زدی تو؟ آره بغل دستته. کجاست؟ چایی تو بخور سبت شد. درد خشم بابا فروسه. Is the mirror? No, that's این فیک 100% فیک. این کاغذ چطور میدونه پشت کاغذ چیه؟ الو سلام خانم، چند دقیقه پیش بهت زنگ زدم. شماره جدیدته؟ میدونی چرا زنگ زدم بهتون؟ یکی شماره رو نوشته بود رو در توالت عمومی پمپ بنزین، نوشته برای اوقاتی خوش با این شماره تماس بگیرید. نه من این کارو نکردم ولی یکی اینو انجام. چرا داد میزنی؟ بذار من باش صحبت کنم. بیا. الو ببین خانم، ما شماره شما رو از روی در دستشویی پاک کردیم چون میخواستیم مزاحمتون نشن. با گوشی من به کی زنگ زدید؟ بابا دیشب که رفتم توالت عمومی پمپ بنزین که شماره این خانمو نوشته بود، منم غیرتم اجازه نداد پاکش کردم. بعد با موبایلت امروز بهش زنگ زدیم که بهش بگیم که شماره رو پاک کردیم، بر نداشت. بعد خودش دوباره زنگ زد. چرا فوش میدی؟ هرام گوشی بده من ببینم چی میگه. الو عزیزم ببین آروم باش. خانومه ناراحت شده شماره‌شو پاک کردی. فکر کنم از این خراباست، شماره کسب و کارش بوده پاک کردی ناراحت شده. 100%. این که زنه عمو علی نابینوه. سلام. امروز امتحان ریاضی داشتیم. این مسخره بازی چیه؟ چطور بود؟ خیلی خوب بود. عالی بود. چند گرفتی؟ 9 افتضاحه. میدونم. معلمتون چی گفت؟ گفت بچه‌ها زنگ آخر رفتن. خب فقط می‌خواست خودش باشیم تو کلاس. منو از دعوا بدم نمیاد. دعوا تحقیق کرد. گفت زنگ آخر بمون. میخواست دعوا کنه. اون فقط میخواسته جلو بچه‌ها تو آبرود نره. میخواسته غلطاتو باید بررسی کنه. دعوا که نکرد. من حالش دارم. تو چه کاری خوبی؟ اینجوری بود. اون هیچ وقت باید نمیشه. وای ماشاءالله به اینجا چه خوبی بود مامان. تو چقدر بانمکی نشونی تو که اینقدر زیبایی قربونت برم. داداش داری تو شهوانت میشاشی. از جا تکونم نمیخوری. نفس نمیکشه. نفس بکشه باید دلش تکون بخوره. چرا نفس نمیکشه؟ نکنه. نه زبون تو گاز بگیر. تو سرت کنم. وای خدا داشتم بالا سر من چیکار میکنی؟ این چه وضع حمایت از پیج من؟ پیج ما بابا، پیج ما کلی فالوور داریم. بعد پست آپلود میکنم 70,000 نفرتون لایک میکنه. خیلی خوب لایک میگیریم. نه کم لایک میگیره. آره کم لایک میگیریم چون شما لایک نمیکنید. به من بگی پیج من چه مرگشه. پیج ما چه مرگشه. این پسر رو نگاه کنید، با دقت نگاه کنید. این پسر خرج داره، هیچ مدرسه قبولش نمیکنن چون قیافش مثل گلابیه. بدبخت بهشون بگو بهشون. مامانم مشکل دوزی داره. چند شب اسخاله شماره کارت میزنم تو کپشن. نه مشکل شش داره.
کامنت میذارید چرا نفس میزنه؟ چون شوشش خده یه گربه است. از سگی کمتر من دیگه خسته شدم از این بس. بایی بریده قضیه از این قراره. بگو بابا بگو بهش. من دیگه پست نمیذارم. میدونید چرا؟ چون پوفیوزه. چی؟ اگه مشکل کوتاهیشه راه درمانهای دیگه هم هست. من تو جیب پسرم فندک پیدا کردم. نمیدونستم سیلی بگیرم. این خوبه. من تو جیب پسرم گل پیدا کردم. نمیدونستم من بیشتر مصرف. اینا چی؟ من تو جیب پسرم نوار داشتم. اگه این دکمه رو بزنی 1 میلیارد، ولی یک نفر از نزدیکان که نمیتونه. اگه بیشتر از دیوار بزنم بازم خوب میده. آره ولی هر بار که میزنی خیلی از من یکی کلافم. بزرگ شدم. ساکت باشید امتحانا. آقا اجازه؟ بله. آقا سوال 2 عدداش مشخص نی. خب فعلا بقیه سوالا رو هر کدوم میام جواب میدم. این سوال نه. اگه جای من بودی چی کار میکرد؟ نزدیک این فقط تنها در صورتی ممکنه که مال خوش درستر از مال شما باشه. هی حالت خوبه؟ سگم امروز مرد. آخ سگش رو خیلی دوست داشت. الان چی بگم؟ این شطوری که در خونه هم میخوابه یا بگم خدا رفتگان بیاموزه؟ ناراحت نباش. این شطوریه که با همه رفتگانت میخوابه. چی داری میبینی خونه رو گرفت تو سرت داد میزنی؟ چیه پدر سگ به خدا UFC جهانیه. شهید جان خیلی خوش اومد. قدم رو چشمان گذاشت. قربان شما مشتاق دیدم. داشتم میگفتم پسر من الان 3 شرکت راحت داره مدیریت. دستش تو جیب خودشه. رو هر دختر دست بزنه نه نمی‌کنه. باشه تو خدا رو تعارفی نیست مزمن کن. بله آره. نگفتی آقازاده چیکار می‌کنه؟ با شماست. با شماست. والا من دارم فعلا درس می‌خونم. ولی درسم تموم شد میرم سر درس. باز بریم درس بخون. کی درس تموم شد کی بری سر کار. اگه اینقدر داداشم خار و خفیفه و چرا دخترت یواشکی با داداشم میاد خونه؟ من همه سورئالم. از چیزای واقعی خوشم نمیاد. کجا؟ فیوریت من سورئالیسم عزیزم. واندامنتان سوتیاره. بعد گفتی رئال من عاشق رئال مادریدم. میدونم قاشق جلال چی میخوای؟
چی میخوای زبون بسته؟ ببین یه بار دیگه تکرار کنین جلوی این هر چی جمع کردم برای ازدواج با نگار رو خرج کفن و دفن بیاد میکنم. نگار؟ مگه بهت نگفتم جلوی این باید خفه شی؟ 100 بار گفتم پس سر من نزن، مثلا بچگی دخیل خود. مگه نگفتم این انقدر باباش پول داره که جفتمونو بخره و بفروشه هر روز؟ بود تو پسر بابا وقت خوابه. امروز تو مدرسه یه شغل انتخاب کردی. خب من پلیس شدم. اوه پلیس شغل خوبیه. میخوام پلیست کنم. ها؟ چرا؟ برام مهم نیست پدرمی. این شغلمه بابا. تو باید درک کنی. خب به چه دلیل میخوای من بازی؟ امروز رانندگی کردی؟ آره. با کی؟ با عمود. شنیده شده مشروبات الکلی مصرف میکردید؟ 110 لطفا یه دستگاه تست الکل برام بیار. بتش به من نکنی تو. امروز مامانمو بوسیدم. آره هر روز میبوسم. نشانه محبته. زندان. برو بخواب. اگه نخوابم چی؟ میخوابونم. هدیه پلیس؟ اگر میخوام دست من بزنم بگید به چمک دیگه. تو به یه افسر پلیس زدی.